خب، دنیای سئو داره به معنای واقعی کلمه زیر و رو میشه. هوش مصنوعی اومده و تمام قواعد بازی که سالها میشناختیم را به هم ریخته. توی این تحلیل کوتاه میخوایم با هم ببینیم توی این دنیای جدید و شلوغ اصلاً چطور میتونیم کاری کنیم که کسی ما رو پیدا کنه. برای اینکه بفهمیم این تغییر چقدر عمیقه، فقط به این جمله از Ahrefs نگاه کنید که خب یکی از غول‌های دنیای سئو به حساب میاد. وقتی کسی با 17 سال سابقه داره میگه به همه چیز شک کرده، یعنی با یه تغییر ساده طرف نیستیم، یه زلزله واقعی اتفاق افتاده. و این سوال اصلی ماست. توی دنیایی که هر کسی میتونه با چند تا کلیک یه عالمه محتوا تولید کنه، استراتژی ما برای اینکه بین این همه سر و صدا شنیده بشیم واقعاً باید چی باشه؟ خیلی خوب، قبل از اینکه استراتژی جدید رو بسازیم، اول باید اون کتابچه راهنمای قدیمی رو برای همیشه بذاریم کنار. بیایید ببینیم چه تاکتیک‌هایی دیگه توی دنیای امروز هیچ جوابی نمیدن. یادتونه قبلاً فرمول خیلی ساده بود. یه کلمه کلیدی پیدا می‌کردی، یه محتوا براش می‌نوشتی، چند تا هم بکلینک می‌گرفتی و تمام. ترافیک همینطور سرازیر می‌شد. اما حالا هوش مصنوعی این بازی ساده رو خراب کرده. گوگل پر شد از محتوای ارزون و بیکیفیت و در جواب خود گوگل هم حسابی عصبانی شده و داره بیرحمانه سایت‌ها رو، حتی سایت‌های قانونی رو از نتایج حذف می‌کنه. اما صبر کنید، یه خبر خوب هم دارم. قرار نیست هر چیزی که یاد گرفتیم رو دور بریزیم. پایه‌های اصلی سئو هنوز هم محکم سر جاشون ایستادن. بیاید یه نگاه به این اصول بندازیم. خیالتون راحت، فونداسیون سئو هنوز پابرجاست. مردم هنوز دارن با کلمات کلیدی جستجو میکنن. شما هنوزم باید محتوای تولید کنید که گوگل بتونه درکش کنه. و بله، بکلینک ها هنوزم به عنوان یه سیگنال اعتماد خیلی مهمن. پس این اصول از بین نرفتن. خب اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که تغییر اصلی اتفاق میفته. برای اینکه توی سئو مدرن موفق بشیم، باید ذهنمون رو کاملاً عوض کنیم. باید وسواس الگوریتما رو بذاریم کنار و در عوض روی انسان‌ها وسواس پیدا کنیم. این سوال تفکر قدیمی بود. همه ما این سوال رو از خودمون میپرسیدیم، درسته؟ تمام تمرکزمون روی این بود که چطور ربات‌های گوگل رو راضی کنیم تا ما رو برای یک کلمه کلیدی خاص بیارن بالا. ما داشتیم برای الگوریتم‌ها مینوشتیم، نه برای آدما. و این ذهنیت جدیده. اصل ماجرا اینه که از خودمون بپرسیم اون آدمی که داره این کلمه رو جستجو میکنه واقعاً دنبال چیه؟ مشکلش چیه؟ چه نیازی داره که میخواد حل بشه؟ این یعنی مرکز توجه رو از الگوریتم به سمت انسان بچرخونیم. برای اینکه این ذهنیت رو داشته باشید، باید خیلی عمیق‌تر بشید. از خودتون بپرسید این کاربر یا آدم تازه کاره یا حرفه‌ای؟ دنبال یه راهنمای قدم به قدمه یا یه چکلیست سریع میخواد یه چیزی یاد بگیره یا میخواد یه چیزی بخره. وقتی نیت واقعی کاربر رو بفهمید، محتوایی میسازید که نه تنها رتبه میگیره، بلکه اعتماد میسازه و یه بازدید کننده رو به مشتری تبدیل میکنه. بسیار خوب. پس تکلیف هوش مصنوعی وسط این ماجرا چی میشه؟ باید ازش بترسیم؟ قطعاً نه. باید بهش به چشم یه دستیار فوق‌العاده قدرتمند نگاه کنیم. البته به شرطی که درست ازش استفاده کنیم. اینجا یه خط باریک بین یه آماتور و یه حرفه‌ای وجود داره. یه آماتور میشینه و اجازه میده هوش مصنوعی براش تصمیم بگیره، اما یه حرفه‌ای از تخصص و دانش خودش استفاده میکنه تا به هوش مصنوعی فرمان بده و اون رو در مسیر استراتژی خودش هدایت کنه. شما باید راننده باشید، نه مسافر. این جمله رو باید قاب کنید بزنید به دیوار. هوش مصنوعی اهرم قدرته، نه جایگزینی برای دانش و تخصص. اگه شما اصول رو بلد باشید، هوش مصنوعی میتونه توی ایده پردازی، نوشتن و تحلیل داده ها بهتون کمک‌های شگفت‌انگیزی بکنه. شما اپراتور این ابزار قدرتمند هستید. میدونم این همه حرفای تئوری روی کاغذ خیلی قشنگ به نظر میرسن. ولی آیا توی دنیای واقعی هم جواب میدن؟ بیایید با هم یه مطالعه موردی واقعی رو بررسی کنیم تا ببینیم این رویکرد جدید توی عمل چه نتیجه‌ای میده. این دقیقاً سوالیه که احتمالاً الان توی ذهن همتون هست. اینکه این همه حرف از نیاز واقعی کاربر و این چیزا فقط یه شعار قشنگه یا واقعاً نتیجه ملموسی هم داره. خب بذارید شما را با حسین محبی آشنا کنم.
یه متخصص سئو که روش کارش دقیقاً همون چیزیه که تا الان در موردش حرف زدیم. استراتژی اون روی 3 پایه اصلی بنا شده: تحلیل عمیق رقبا، بهینه‌سازی فنی سایت و از همه مهمتر ساختن محتوای با ارزشی که دقیقاً به نیاز واقعی کاربر جواب میده. و نتیجه؟ آماده اید؟ 270%. این میانگین رشد ترافیک ارگانیک برای مشتریهای اون فقط توی 6 ماهه. این یه اثبات خیلی محکمه که نشون میده تمرکز روی کاربر فقط حرف قشنگ نیست، بلکه نتایج واقعی به همراه داره. مثلا بیایید به سایت هانی فود نگاه کنیم. این سایت اولش کمتر از 350 تا بازدید کننده ارگانیک در ماه داشت. اما فقط بعد از 6 ماه که استراتژی متمرکز روی کاربر پیاده شد، این عدد به بیشتر از 1200 تا رسید. این یعنی موفقیت در دنیای واقعی. و حالا میرسیم به آخرین و شاید یکی از مهمترین ستونهای استراتژی جدید. حتی وقتی توی گوگل به موفقیت رسیدید، کارتون هنوز تموم نشده. برای اینکه از این موفقیت محافظت کنید، نباید همه تخم مرغاتون رو توی سبد گوگل بذارید. این یه حقیقت تلخه که باید باهاش روبرو بشیم. الگوریتمای گوگل غیرقابل پیش‌بینی‌اند. اگه تمام کسب و کارتون رو روی یه منبع ترافیکی بسازید که هیچ کنترلی روش ندارید، انگار دارید روی یه زمین لرزان خونه می‌سازید. صدها کسب و کار این تجربه تلخ رو داشتن. اما خبر خوب چیه؟ خبر خوب اینه که مهارت اصلی سئو، یعنی همون درک عمیق نیت کاربر، یه جورایی مثل شاه کلیده. شما میتونید از همین مهارت برای بهینه‌سازی محتواتون توی یوتیوب، پینترست، ردیت و تقریباً هر پلتفرمی که یه نوار جستجو داره استفاده کنید. پس اینطوری بهش نگاه کنید. یاد گرفتن سئو یه سرمایه‌گذاری بلند مدته. وقتی توی سئو گوگل استاد بشید، برای موفقیت توی بقیه موتورهای جستجو هم یک قدم خیلی بزرگتر خواهید بود. این یه مهارت فوق‌العاده ارزشمند و قابل انتقاله. و در نهایت همه چیز به این سوال ختم میشه. توی دنیایی که هوش مصنوعی میتونه بی‌نهایت محتوای معمولی و متوسط تولید کنه، مزیت رقابتی نهایی شما تمرکز روی کیفیت و ارزش واقعیه. شما باید چیزی بسازید که واقعاً به درد بخوره، مفید باشه و منحصر به فرد باشه. این تنها چیزیه که باعث میشه شما ارزش پیدا شدن رو داشته باشید.